سلام بچه‌ها، چطورید؟ خیلی خوش اومدید به این ویدیو. بچه‌ها همونجور که بعضیاتون میدونید و بعضیاتون هم نمیدونید، ترکیب کاراکتر داخل سطح پلی دادن شما تاثیر به شدت زیادی داره و هر کس ترکیب کاراکتر خوبی انتخاب کنه واسه پلی دادنش حدود 20 تا 30% جلو میفته. داخل این ویدیو منم چند تا ترکیب کاراکتر خفن و گاد واسه سبک‌های مختلفی از پلی دادن بهتون معرفی کنم که شما با استفاده از این ترکیب کاراکترها میتونید حدود 20 تا 30% سطح پلی دادنتون رو اوکی کنید. اما قبل از اینکه بریم سراغ ادامه ویدیو، لایک، کامنت و سابسکرایب کردن چنل فراموش نشه، چون با این کامنت اومد خیلی زیادی ازم بکنید. بچه‌ها ناموساً مرامی 3 ثانیه وقت بذارید این ویدیو رو لایک کنید، چنل من رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله بی پدر مادر کنارش هم فعال کنید و روی حالت آل یا همه قرار بدید تا هر موقع ویدیو جدید میذارم با خبر بشید و تشریف بیارید ویدیو جدید من رو تماشا کنید و لطفاً یک یا دو تا کامنت بذارید که یوتیوب شما رو با تشخیص نده و دیگه سابسکرایبتون رو هم حساب کنه و هم نپرونه. دیگه حرف اضافی نزنم، بزنید بریم سراغ ادامه ویدیو. خب بچه‌ها بریم سراغ معرفی این ترکیب کاراکترها. اولین ترکیب کاراکتری که میخوام بهتون معرفی کنم ترکیب کاراکتر دیمیتری، سونیا، تیوا و کاپلا هستش و حالا بریم سراغ توضیح دادن قدرت هر کدوم از این کاراکترها و بگیم که به چه دردی میخوره. از کاراکتر اکتیو یا همون کاراکتر فعالی تو شروع میکنیم که دیمیتریه. دیمیتری وقتی شما روش کلیک میکنید یه دایره سبز رنگ دورتون به وجود میاره که هم خودتون و هم یاراتون میتونید داخلش ریوایو بشید و بهتون جون هم میده. کاراکتر دومتون کاراکتر سونیا هستش که شما وقتی دمیجتون میاد زیر 200 و میخواد ناک بشید یه سفری دورتون به وجود میاد که شما فکر کنم حدود 3 تا 5 ثانیه زنده میمونید و داخل اون چند ثانیه میتونید هم انمی رو بزنید ولی خب بعدش ناک میشید و هم میتونید یخ بخورید دیمیتری بذارید تا ریوایو بشید و بعد انمی رو بزنید که خیلی کاراکتر اوکیه. کاراکتر سومتون کاراکتر تیواه که شما وقتی یاراتون رو ریوایو بدید بخورن در 5 صدام ثانیه یاراتون ریوایو میشن و دمیجشون هم از 80 شروع میشه. کاراکتر بعدی کاراکتر کاپلاه که شما با هر نوگانی مثل شاتگان، AR، SMG و همه گانا میتونید به یارتون تیر بزنید و یارتون 10 تا 10 تا یا 5 تا 5 تا بستگی به وستی که داره جون میگیره که شما حالا میتونید به جای کاپلا یک کاراکتر دیگه هم هست، حالا واسه بهتون نشونش بدم. این کاراکتره اولیویا فکر کنم اسمشه که شما وقتی این کاراکتر رو بردارید زمانی که دیمیتری میذازید تا یارتون ریو بشه نه تنها که همراه با دیمیتری ریوایو میشه که دمیجش از 80 شروع میشه، این کاراکتر اولیویا هم باعث میشه که دمیجش از 120 شروع بشه. خیلی کاراکترهای اوکی هستن. حالا بریم سراغ معرفی ترکیب کاراکتر دوم. خب بچه‌ها دومین ترکیب کاراکتری که میخوام بهتون معرفی کنم مخصوص کسایی که سرعتی پلی میدن. این کاراکتر شامل فاس، لونا و این کاراکتر وسطی که شکل پای وصلشو بلد نیستن و کلی. حالا بریم سراغ توضیح دادن قدرت‌های این کاراکترها. از کاراکتر فعالی یا هم کاراکتر اکتیوتون شروع میکنیم که فاسته و شما میتونید 2 بار ازش استفاده کنید. نگاه کنید الان دورش هم خط کشیده شده. شما وقتی این کاراکتر رو میزنید یه به اندازه فکر کنم 2-3 ثانیه سرعتتون زیاد میشه که خیلی کاراکتر اوکیه. مثلا وقتی یه انمیتون با پشت یخ وایساده، من نمیدونم چرا اینقدر توپق میزنم، به بزرگی خودتون ببخشید، هنوز اونقدر با فضای ویدیو گرفتن آشنا نشدم. دیگه یواش یواش دارم عادت میکنم و قول میدم از ویدیو برای دیگه توپق نزنم. حالا دیگه بحث اصلی دور نشید. مثلا شما یخ کاشتید، انمی جلوتون هم یخ کاشته، شما میتونید فست بزنید، یه دفعه برید از پشت سر انمی درید و راحت پسشو بزنید. کاراکتر دومتون کاراکتر لونا که روی تمام گاناتون 2 خدریت اضافه میکنه. حالا باشید یه لحظه من صدای بازی رو کم بکنم. خب داشتم میگفتم کاراکتر دومتون کاراکتر لونا که روی تمام گاناتون 2 خدریت اضافه کنه که شما وقتی تیر میزنید دیگه گانتون 2 خدریت داره. مثلا شما اگه یوم پیستاکورا داشته باشید 2 خدریت هم میاد روش، میشه 4 خدریت، چون یوم پیستاکورا خودش هم 2 خدریت داره. کاراکتر دومتون که این کاراکتر وسطیه که شکلی پایه، حالا باشید برم داخل مپ خواستم رو تستش کنم. نه تنها در حالت عادی فکر کنم این نیم صدم به ریت گانتون اضافه میکنه، بلکه شما وقتی یه نفرم بزنید باشه من دست اولم گوشیم لگ داره اصلا نمیتونم پلی بدم. ای بابا باشه گوشیم لگ داره نمیتونم اصلا تیر بزنم. هنسفریم هم خرابه، باید همش حواسم باشه که نخوره دستم به هنسفری. الان فکر کنم همونجوری در حالت عادی هم الان یه خسخس یواشی داره. بابا خب ای بابا
یه لحظه باید من یکی از شما دلغک ها رو بزنم. توف توی زندگی. بابا لگ دارم، اینا هم اصلا در نمیان، خیلی دارن بد میزنن. الان به خدا من لگ نداشتم، اینا مثل خدا زده نگاه کنید بچه ها، الان یه چیز قرمز رنگ میاد که هم سرعت خودتون جای میشه هم ریت گانتون میره بالا. وای بچه چه لگ گلگویی دارم. حالا خودی امیدوارم فهمیده باشید بچه لگ دارم نمیتونم پلی بدم. کاراکتر آخریتون یا همون کاراکتر چهارمتون هم کلیه که سرعتتون رو زیاد میکنه و بعضی وقتا هم دکمه تیرتون رو قرمز میکنه که یه چند تا دمیج هم بیشتر بنمی میزنه. دیگه این هم از ترکیب کاراکتر دوم. بریم سراغ ترکیب کاراکتر سوم. خب بچه‌ها ترکیب کاراکتر سومی که میخوام بهتون معرفی کنم مخصوص کساییه که اسنایپرن و فقط با گان اسنایپ پلی میدن. این ترکیب کاراکتر شامل این کاراکتری که پشت یک میتونید باش بزنید، کاراکتر موکو، سایلنسر و این کاراکتر عقابه. که حالا بریم سراغ توضیح دادن قدرت ها هر کدوم از این کاراکترها و بگیم به چه دردی میخورن. بچه ها از کاراکتر اکتیو یا همون کاراکتر فعالیتون شروع میکنیم که حالا وقتی که من لگ دارم نمیتونم برم داخل من، ولی مثلا یه انمی جلوتونه یخ کاشته، بس شما این کاراکتر رو میزنی یه تیکه بزنید داخل یخ، یه چیز بنفش میاد بالای یخ و شما میتونید انمی رو از پشت یخ ببینید و هر تیری که از پشت یخ بزنید حدود 120 تا 150 تا انمی دمیج میخوره. کاراکتر بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم این کاراکتره که عکس عقابه و بستگی به فاصله که از انمی دارید دمیج اسنایپتون رو بالاتر میبره. مثلا نگاه کنید 163 تایی داره از دور میزنه اسنایپ من، ولی از نزدیک واسه 159 تایی میخوره، ولی از دور 169 تایی میخوره. خیلی کاراکتر اوکیه. کاراکتر بعدی که همین کاراکتر وسطی است کاراکتر موکوه که شما وقتی تیر میزنید داخل انمی یه مثلث سبز رنگ میاد بالا سر انمی که و هر جا که بره واسه تون مارک شده است و راحت میتونید پسشو بزنید. کاراکتر بعدی تونم کاراکتر سایلنسره. حالا پینگم ریده. کاراکتر بعدی تونم کاراکتر سایلنسره که شما نگاه کنید یه لحظه به صدا اسنیپ هم گوش بدید. نگاه کنید یه صدا خفه کن میاد روش که هم میتونید راحت‌تر اسنایپ بزنید و سرعت اسنایپتون میره بالا و هم انمی که جلوتونه نمیفهمه از کجا داره تیر میخوره. بریم سراغ ترکیب کاراکتر بعدی. خب بچه‌ها ترکیب کاراکتر بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم مخصوص کساییه که میخوان زونگیری کنن و این ترکیب کاراکتر بیشتر به درد کسایی میخوره که فقط بتل پلی میدن. این ترکیب کاراکتر شامل کاراکتر فعالی یا همون اکتیوتون که میشه کشمیر، کاراکتر بعدیتون میشه لونا، کاراکتر بعدیتون هم میشه همون کاراکتری که یخ میخورید بهتون جون میده و کاراکتر بعدیتون هم میشه این آقا سیتویه. حالا بریم سراغ توضیح دادن قدرتاشون. شما وقتی کشمیرتون رو حالت ایپی باشه یعنی روش نوشته باشه ایپی به شما صدا قارچ میده و وقتی که قارچتون پر شد یا هر زمانی که دوست داشتید روش کلیک کنید یه چیز سبز رنگ بیاد پشت کلمتون و روش بنویسه HP قارچتون تبدیل میشه به جون. حالا یه لحظه واسید من برم تو من بگید که نفری 3-4 تا تیر بهم بزنه. نگاه کنید بچه ها الان داره قارچ منو تبدیل به دمیج همون جون میکنه. حالا من بک بزنم. کاراکتر بعدی هم خب گفتم همون لوناه که تو تمام گاناتون 2 خط ریس میاره. کاراکتر بعدی هم وقتی یخ بخورید بهتون جون میده و این کاراکتر آخری سمت چپ هم یه شیلد 30 تایی بهتون میده که الان همونجوری که میبینید سمت چپ بالا سمت چپ این 200 تا دمیج من چیز خط آبی اومده که یه مدوده 30 تا دمیجه که خیلی کاراکتر اوکیه. بریم سراغ ترکیب کاراکتر بعدی و ترکیب کاراکتر آخری. خب بچه آخرین ترکیب کاراکتری که میخوام بهتون معرفی کنم این ترکیب کاراکتر هستش که ترکیب کاراکتر خودم هم هست که شامل فست، رافائل، لونا و هایاتو هستش. حالا بریم سراغ توضیح دادن قدرت این کاراکترها. فست رو که بهتون گفتم، رافائل هم بهتون گفتم، لونا هم بهتون گفتم و حالا میرسیم به هایاتو. هایاتو بچه شما وقتی که انمی بهتون تیر میزنه، وقتی از دور بهتون تیر میزنه یه دمیج کمتری میخوری که خیلی کاراکتر اوکی و خوبی هستش. دیگه اینم بود از ترکیب کاراکترها.
خب بچه‌ها این بود از این ویدیو. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما این ویدیو رو لایک کنید، کانال من رو سابسکرایب کنید و حتما واسه من یه کامنت ترجمه انگلیسی بذارید که صحبتتون نپره و لطفا اون زنگوله بی پدر مادرم فعال کنید و روی حالت آل یا همه قرارش بدید تا هر موقع ویدیو جدید میذارم با خبر بشید و تشریف بیارید ویدیو جدید من رو تماشا کنید. و بچه‌ها در آخر هم می‌خواستم ازتون یه معذرت خواهی کنم به خاطر شرایط بد صدا. بچه‌ها هندزفریم خراب شده و اگر یه خسخسی داخل ویدیو هست به خاطر خراب بودن هندزفری به بزرگی خودتون ببخشید. در ویدیو بعدی درستش میکنم و ببخشید که یکم توپق میزنم چون هنوز با فضای ویدیو گرفتن با صدا آشنا نشدم و قول میدم از ویدیو بعد دیگه این توپق زدنم از بین بره. دیگه این بود از این ویدیو. تا ویدیو بعدی فعلا خدافظ.